دادستانی کل تاجیکستان علیه گنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع که به حمله‌های خونین به وحدت دوشنبه متهم می‌شود با اتهام خیانت به وطن و تأسیس گروه تروریستی پرونده جنایی باز کرده است. در این باره روز 8 سپتامبر در وزارت امور داخلی خبر دادند. به ضد یکی از افسران دیگری وزارت پلکونیک جنیدالله عمروف نیز با عین اتهام پرونده باز شده است. هر دو افسر به گفته مقامات عین زمان با گروه از هم مسلکان مسلحشان در دره رامید پناه بردند و عملیات برای بازداشت و محو این گروه ادامه دارد. در حمله ها به دستگاه مرکزی وزارت دفاع در شهر دوشنبه و شعبه امور داخلی شهر وحدت در روز 4 سپتامبر 8 مامور میلیسا کشته شدند و موضوع صحبت امروزه در همین باره است. با همکارم مومن احمدی در دوشنبه. مومن، لطفاً جزئیات پرونده های جنایی را میگفتی. واقعا تایر دادستانی کل تاجیکستان در رابطه با حادثه خونبار صبح 4 سپتامبر پرونده جنایی باز کرده است و اساساً نام دو تن از رهبران این گروه، یکی عبدالحلیم نظرزاده و جنیدالله عمروف پلکونیک دیگری وزارت مدافع که رهبران این حمله به شعبه کارهای داخلی ناحیه وحدت و دستگاه مرکزی وزارت دفاع دانسته می شوند، پرونده علیه آنها باز شده است و در جزئیات پرونده این دو شخصیت و دیگر همراهانشان به خیانت به دولت، تروریسم و کشتار خادمان میلیسا عیبدار دانسته می شوند. و شام گذشته هم دادستانی کل تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی یک نوار مفصل تهیه کردن از جریان بازداشت همراهان عبدالحلیم نظرزاده و اینچنین مالکیت عبدالحلیم نظرزاده که زمانی کار در وزارت دفاع اون صاحبیت کرده است، اون نشان دادن که از زواد مرغ پروری تا خواجگی دهقانی از پروری و کارخانه نانپزی و که همه اینها شامل مالکیت عبدالحلیم نظرزاده دانسته میشد. دادستانی کل تاجیکستان در این گزارش تلویزیونی گفت که اکثر این دارایی ها از جانب عبدالحلیم نظرزاده غیر قانونی به دست آورده شدند و فعلا به قول مقامات دادستانی کل تاجیکستان پرونده باز شده است و تفتیشات در نسبت این افراد که دادستانی کل گروه جنایت پیشه و تروریستش مینامد ادامه دارد. و مقامات انتظامی درباره ادامه عملیات به ضد گروه گنرال عبدالحلیم نظرزاده چی میگویند؟ گزارشات در مورد عملیات خیلی زیاد و نقیزند و آوازه ها هم خیلی زیاد است. گاه خبر پخش می شود که عبدالحلیم نظرزاده بازداشت شده است، اما اینا مقامات رسمی رد میکنند، میگویند که تا حال عملیات ضد او ادامه دارد و بازداشتش هم خیلی نزدیک شده است و خودی پرزیدنت کشور هم در ناحیه وحدت ضمن سخنرانی با ساکنانش در حالی که از همکاری ساکنان قدردانی میکرد، گفت که این عملیات به مرحله نهایی رسیده است و تا چند روز دیگر به پایان میرسد. تا امروز طبق اون گزارش های وزارت کارهای داخلی بیش از 50 نفر از همراهان عبدالحلیم نظرزاده بازداشت شدند و 17 تن از آنها کشته شدند و گفته شد که در این عملیاتی که در کوهستان ادامه میکند مقامات میلیسا هیچ تلفات ندادند و تنها در داخل شهر دوشنبه همان صبح 4 سپتامبر که حمله غافلگیرانه صورت گرفته بود 9 تن از کارمندان مقامات قدرتی کشته شدند و تا حال دیگر بعد اون دیگر طبق اطلاع رسمی هیچ نفر از مقامات قدرتی در این زد و خوردهایی که عملیاتی که حالا گفته می شود در 150 کیلومتری دور از دوشنبه واقع در دره رامید ادامه دارد، تلفات جانی از جانب نظامیان ثبت نشده است. تشکر. همکارم مومن احمدی از شهر دوشنبه صحبت می کرد.